مادر چی خریدی؟ خسته نباشی. پنبه خریدم برای سله خمیر. من نونواکی بگیرم، تخته بگیرم، سله بگیرم برای خمیر. این پنبه رو گرفتین که سله خمیر برای سله خمیر. داری چوب بگذاریم نرم بشه و تنور که زاییم نون را الان نون میپزین؟ میپزیم برای خود ما. بله برای خود ما میپزیم. دختر ما نوایه ما نون پزن میگیم خانه خودش که رفت خانه شوهر ایلای که خوشبخت روان نون بپزن، نون خانگی بخورن، نون بازاری نیخرن. از این شعرهای قدیمی بلدی برام بخونی؟ بله. یک عاشقی به درخت که یک گسنه مزو طرف از قدیمی دینا بی گفت ای عاشق برای چه اونجا هستی؟ مو گسنه‌ام تویم عاشقی. گسنه‌ای را ندیه که بیای مالک متا عاشقی به درد نمیخوره. وقت شگمت سیره عاشق مری، وقت شگمت گسنه یارو میشینی. حالا امخال جان سلامتی بیت خدا ایران را خوشبخت کنه، جوانا را خوشبخت کنه، جوانا را ایران را گفتم خدا دخترها را جوانا را خوشبخت کنه، عروس روان داماد روان پدر مادرها شد سرشا باشه. خدا ایران را گرونی را ورد خلا سلامتی و خوشحالی و آخرت عاقبت به خیری باشه. الهی خدا به کار تا برکت بده. پنبه نیم کیلو واسه شما برای عروسا میدوزین بس ها. یه نیم تنم مثل شما تاقدار بدیزم همونجا دایرگی دیگه مرو گل داره. به نیم تنم و تنم بد یکی را برای تعریفی درست کردم تعریفی میره برای چه انداختم اما یک لحوه من تاقدار از بازار سرپش خواستندم برای نوعیه که اون تاقدار میخواست مخمل. تاقدار یعنی چی؟ تاقدار یعنی همینجا دایرگی داشت. گلا هنریه که استاد انجام میده. هنر از مال میراث پدر به